چندی از کاربران رادیو آزادی با فرستادن عکس‌ها خبر دادند که شام 27 اپریل بیشتر از 50 نفر نمایندگان ناحیه‌های مرزی باباجان غفورов و لیلک در جماعت آوچی قلعه جمع آمدند. دلارام ترسونزاده معاون رئیس ناحیه در تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت که این نشست با دعوت جانب تاجیکستان برای تحکیم دوستی و روابط خوب همسایه‌داری صورت گرفت. بعد حادثه تیرپرانی شام 12 اپریل در حدود این ناحیه‌های مرزی که از جانب تاجیکستان یک کشته و از دو طرف چندین زخمی بر جای گذاشت، این نخستین دیدار و ملاقات دوستانه است. شام 26 اپریل هم در جماعت چارکوی اسفره با اشتراک تقریبا 100 نفر از باشندگان ناحیه بادکند و اسفره معرکه افطارکنی مرزی دایر گردیده است. در نهاری که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می‌شود که در آن نمایندگان مقامات شهر اسفره و رئیسان جماعت دهات نیز اشتراک دارند. محمد جان محیدین زاده معاون رئیس شهر اسفره که در آن واخوری با نمایندگی از حکومت شهر شرکت ورزیده است گفت این دسترخوان با تشبث جانب تاجیکستان و پیشنهاد شخصان روزگار دیده دهه‌های مرزی آراسته شد. در این نشست چندی از رئیسان جماعت‌های بادکن و موسفیدان و فعالان قرغیز حضور داشتند. قرار است قرغیزها نیز جانب تاجیکستان را به منطقه خود دعوت کنند. چنین محفل‌های دوستانه و همنشینی‌های گرم سر دسترخوان آش بار اول نیست که میان نمایندگان دو سرحد برپا می‌شود، ولی بعد یک مدت آرامی و ثبات ناگهان حادثه‌های نوی رخ می‌دهد. برخی تحلیلگران میگویند تا زمانی پرره حل نشدن مسئله علامتگذاری مرز، روی دادن همه گونه حادثه‌ها امکان پذیر است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.